گرونترین جواهر دنیا الماسه. حالا فکرشو بکن، یه سیاره هست که کاملا از الماس ساخته شده. این یه داستان علمی تخیلی نیست. توی گوشه دور از کهکشان راه شیری با فاصله 4000 سال نوری از ما، ستاره‌ای بعد از مرگش لایه‌های بیرونیش رو از دست داده و هسته کربنیش زیر فشار و دمای شدید به یک الماس غولاسا تبدیل شده که اندازش بیش از 5 برابر زمینه، یا میشه گفت نصف بزرگترین سیاره منظوممون مشتری. اما به قدری متراکمه که جرمش تقریباً با مشتری برابره. این سیاره شگفت‌انگیز داره دوره تب اختر میچرخه، یه ستاره نوترونی فوق‌العاده متراکم که هر دقیقه 10,000 بار به دور خودش میچرخه. تصور کن یک گوی درخشان میلیاردها ساله که تو قلب تاریکی کیهان میدرخشه، یه یادگاری از سرنوشت عجیب ستاره‌ها. در کیهان هر ستاره قصه‌ای داره، قصه‌هایی که ما رو به شناخت دنیایی بزرگتر دعوت میکنن. ما در آواستار باور داریم کشف کیهان مسیری برای شناخت خودمون و جایگاهمون در هستی. پس همراهمون باش و بگو قصه بعدی رو از کجای کیهان تعریف کنیم.